گراسیون براک، ما قبلا هم گفتم این جوان یوتیوبر انگلیسی سند 19 سال سنش است، 19 ساله است. او میگه در دانشگاهی که درس میخواندیم استاد ما سر قرآن و سر دین اسلام تعرض کرد، سخنای بیجایی در مورد اسلام و قرآن گفت. من تصمیم گرفتم که این کتاب مسلمان ها که در سراسر دنیا روش حرف زده میشه، من درباره از یک تحقیق بکنم، میرم مطالعه بکنم. همین جوان 19 ساله من رفتم قرآن یک نسخه‌ای که با زبان انگلیسی ترجمه شده بود گرفتم. تصمیم گرفتم تا زمانی که این را تمام نکنم نخوابم، تا زمانی که تمامش نکنم نخوابم. سبحان الله، این جوان انگلیسی دشمن قرآن، خودش عیسوی است. انگیزه‌ای به من میگفت که این کتاب ما باید یک بار مطالعه بکنم، از اول تا اخیر، تا زمانی که کلش مطالعه نکنم نمیخوام. گفت گوشیایی که داشتم خاموش کردم که کسی مزاحمت نکنه. گفت شروع کردم از سوره حمد تا سوره والناس در 19 ساعت. در چند ساعت؟ 19 ساعت. از فاتحه شروع کنیم تا والناس در 19 ساعت. چشم خود را پود نکردم، از جای خود بلند نشدم. گفت لباس از تن خود کشیده بودم، جان برهنه مطالعه میکردم. یکم نکته‌ای که بسیار برای قیمتی بود در جانم نوشته میکردم. در 19 ساعت کل قرآن که از اول تا اخیر مطالعه کردم. بعد از اینکه تمام شد قرآن را بستم، گفتم پیش از اینکه بخوابم یک کاری باید انجام بدم. گفت از جای خود بلند شدم، سریع رفتم بیرون، در جستجوی مسجد مسلمان شدم. گفت مسجد را پیدا کردم، داخل مسجد شدم که خطیب در محراب نشسته است. گفت رفتم نزدیکش، گفتم من آمدم میخوام مسلمان شدم. گفت از کجا؟ از تحقیق. کسی فشار آورده. گفت نه، کل قرآن رو من مطالعه کردم در 19 ساعت، خواب نکردم. میگه تعجب کرد و گریه کرد. گفت که برای چی امام؟ برای امام گفتم برای چی گریه میکنی شما؟ گریه من به خاطر این است که یک جوان عیسوی در 19 ساعت کل قرآن رو مطالعه میکنه، ولی یک مسلمان در یک سال یک بار قرآن ختم نمیکنه. و یک مسلمان قرآن که کتابشان از بلد نیست، یاد نداره. میگه بعد برش گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. سبحان الله. این کتاب هست که به جان در رفت، چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جهان دیگر شد. قرآن به جان فسرده جان میبخشد، از پرتب خود جان به جهان میبخشد. این معجزه پاک رسول عربی حقا که حیات جاودان میبخشد. گفت من در این کتاب 3 تا چیز پیدا کردم که بسیار متأثر کننده بود و با عقل ما سازگار. گفت چیزی که من به قرآن پیدا کنم اولش تقوا بود. آنقدر به سر تقوا تأکید کرده بود، آنقدر تأکید کرده بود که در 30 جای الله به مؤمنان میگه تقوا پیدا بکنید. امر میکنه به تقوای الهی، امر میکنه به پرهیزگاری. گفت اولین چیزی که من به یک کتاب الله پیدا کردم تقوا بود. دیدم که با عقل من سازگار است. انسان باید بوی انسانیت داشته باشد. انسان خوی آدمیت در تن وجودش باید باشه. انسان و آدم با حیوان فرق میکنه. گفت الله رب العزت و الجلال در قرآن میگفت که بین انسان و حیوان فرق است. فرقش با تقوا است. 2 ترک شهوت در قرآن دیدم. امروز چی ما رو نابود کرده؟ شهوت. جوان در چی نابود کرده؟ بلند شهوت. یا شهوت شکم است،
یا شهوت شرمگاست. گفت ترک شهوت در قرآن دیدم و دیدم که با عقل من سازگار است. دیدم که خیلی هایی که فرو رفتن به شهوت، غرق شدن به شهوت، دیگه بیرون نشدن، نابود شدن، نابودشون کرده شهوت. دیدم که این کتاب الله باشه ترک شهوت دستور میده. و یک سوره داره این کتاب به نام سوره یوسف. از پاکی جوان حرف میزن، از عفت جوان حرف میزن. گفت سوم، این کتاب الله پیروان خود را به اطاعت و به احترام پدر و مادر زیاد تاکید کرده. گفت سه تا چیز دیگه دیدم. سر به تقوا برمیگردیم عزیزان من. پس پاداش متقیان از متن خود قرآن. ایره من نمیگم، ایره حتی نبی هم نگفته. کی گفته؟ الله.